ما 4 برادر هستیم. یک تعمون فقط قطیبان قهری است. برادره که با فرزندای پدرت قهری میکنی، با خویشاوندان نزدیکت قهری هستی، از الله بترس. من برای تو فقط یک سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسانم که میفرماید، در روایت مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا يدخل الجنة قاطع. کسی که قطع صله رحمی میکنه، خویشاوندی را قطع میکنه، قطع رابطه میکنه با خویشاوندان نزدیکش، داخل جنت نمیشود. برادر عزیز، اگر تو از الله بترسی، اگر سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برات ارزش داشته باشه، از الله بترس و با خویشاوندان نزدیکت هرگز قطع رابطه نکن، هرگز قهری نکن که خیلی گناهی بزرگه، عاقبتش خطرناکه. برادر عزیز، اگر بخوای که از جنت جاویدانی محروم شوی، با خویشاوندان نزدیکت قهری بکن. از تو برای تو چی فایده میرسه برادر عزیز؟ از قهری کردن با خویشاوندان نزدیک هرگز برای تو یگان فایده ای نمیرسه، بلکه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی بخواه که در رزق و روزیش خداوند برکت بتیه و در عمرش برکت بتیه، صله رحمی بکنه. اگر میخواهی که در مالت برکت شوه، در عمرت برکت شوه، صله رحمی بکن. میگه آیا سخنهای جناب رسول الله برات ارزش داره؟ عموما برای با یگان مسلمان قهری کردن حلال نیست. چی جایی که با فرزندای پدرت قهری بکنی؟ در روایت بخاری و مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید برای انسان مسلمان حلال نیست که با برادر مسلمانش بیش از 3 روز قهری بکنه. و در دیگر حدیث من خوندم سبحان الله، میگه هر کسی که با برادر مسلمانش 1 سال قهری باشه، گویا که خونش ریزاندگیه، یعنی همین قدر گناه کبیره را مرتکب بشوه. گناه ریزاندن خون یک مسلمان را مرتکب میشوه، یعنی همین مقدار گناه به دوش میگیره. برادر عزیز، فرزند پدرت، انسانهای مسلمان عفو و بخشش میکنن. هر خطا و هر نافهمی هایی که در بین شما بود شما بگذره، تا اینکه خداوند شما از گناه های شما بگذره و شما را ببخشه. پس نخواه که یک انسان مسلمان به مثل یک انسانهای غیر مسلمان رفتار بکنه. این کارهایی که شما میکنه فقط شیطان خشنود میکنه، ولی الله رب العالمین به غضب می آید. در حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید و بهترین اونها کسی است که با سلام آغاز میکنه. پس بیا ای برادر عزیز، از جمله بهترین ها باش. اولا خودت برو با همون برادرات دست دراز بکن و سلام بکن و طبق وعده جناب رسول الله از جمله بهترین ها باش. او کبر و غروری که در قلب داری او را دور بکن. تواضع داشته باش برادر عزیز. این کارهایی که تو میکنی والله قسم الله رب العالمین از کارهای تو به غضب می آید. از الله بترس برادر عزیز. نخواه که سخن پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میگه که از جنت محروم میشه و همین خیلی کسی که قطع رابطه صله رحمی میکنه، با خویشاوندان نزدیکش بدرفتاری میکنه و قهری میکنه، داخل جنت نمیشه. و میگه همین سخن جناب رسول الله برات ارزش داره؟ از الله بترس برادر عزیز.